هلو گایز خیلی خوش اومده بدون ویدیو جدید دیگه چنل داشتون گاد گیم. اومدیم با پارت چند سه بازی از فوسپوی روم و بزن بریم که این گیم جذاب رو آغاز کنیم. لیتس گو. توی بچه پارت 2 سفینه بازی رو داشتیم، خیلی خفن بود که پارت 2 این دایره است که بمون وقتی کاملش کنیم دایره رو داد. پارت قبلیاشو برید، اگه پارت قبلی رو ندید حتما برید پارت قبلی رو ببینید. ولی چند تا ویدیو اونقدر حمایت نمیشن، لطفاً لایک کنید وقتی ویدیو ببینید. تو خواهش میکنم چون کسی ویدیو ها حمایت نمیشن. خب بچه‌ها تو پارت 1 اینجا رو رفتیم و توی پارت 2 هم اون قسمت رو رفتیم که اینجا دارید میبینید این قسمت. حالا ما باید یه پارت جذاب از بین این یا این داشته باشیم. اینو میریم. این خیلی به نظرم جذابه. از چیزی که دارم میبینم من ازم باحاله. اوه واجی اینجا چیه دیگه؟ خفنه واجی. گفتم چیز خفنیه های. من هیچ وقت اشتباه نمی کنم. من هیچ وقت اشتباه نمی کنم. یه بازی کراش، بازی کراش. Oh my god. اوکی واجی اینا چیکار دارم کنم؟ بمیرید با صحبت اضافی نکنید. کلی اینجا رو باشه بررسی کنیم ببینیم اینجا چیه. اینجا چی داریم؟ چیزی نبود؟ مگه میشه اینجا چیز نبود؟ اوه من اینو ندیدم. آقا یه چیه صاف نیست. آقا من اینو قبول ندارم. چه رسمی داشت اینو برسیم اینجا فوت بد کنیم مگه نه؟ آره بودم صدا فوت هم منزلتون نکنه جدی آجی. این فوت مود زیاد داره. این از جوه شانسی جوه طلایی البته آجی. RGB براتون میزنه این فلامینگوی نکن. آها قرمز میشه زرد، زرد میشه سبز، سبز میشه صورتی آبی اشغال. اوکی چه مکنی تو اینجا؟ ای حاجی عقب زنده شد. خب دیگه نمیشه کار کرد. اوکی اینجا تیرکسه. تیرکسه چی میفرمایه؟ تولید شد دوباره. بچه اگه خواستین تیرکس ها رو بزنید و دوباره تولید بشن از این روش استفاده بکنید. مثل روش هوشمندانه ترامبولین یه اینجا و ترامبولین میره بالا و کسب جایزه. اوکی خیلی یکی جذاب و خفن بود. بریم بعدی. پله ها چیه؟ پله های من را آواز کنید. لعنته انگار ای دوتا رو باید لیزر بگیریم آجی. الکی چیا بزنم؟ اوکی اینجا اینو بزن. بچه من همش دنبال یه چیزی هم که تو بازی مخفی باشه، چون که راه مخفی خیلی بازی زیاد داره. نگاه کن یکیش اینجا مخفی بود، اینجا الان یه ذره مخفی طور بود. اون بالا ببینید اون بالا رو که الکی نساختن. جای مخفی کلا زیاد میگردیم که شما هم اگه بازی میکنید جای مخفی بازی رو بتونید خودتون پیدا بکنید. نه بزنید چون لعنت بت. خب از اینجا چرا؟ عجبا چه نظمیه چه وضعیه. آخه من حساب مصحاب ندارم. بابا این عجب آدمیه. به پر برو بالا حال ندارم. اینجا اینم من باید تو رو بگیرم. بکردی همه چی علکی ها. میشناسمت من تو رو. تمام
به گفتم ها نگه میداری؟ تمام ورتمون خونه خدا CD بابای CD PS4 دیسکای PS3 یا PS4 فکر کنم این مال PS اون چیزی که گرفتیم مال PS4 بود بچه فکر کنم مال PS4 مال PS4 بود من نمیدونم اصلا نه نمیدونم PS4 داشتم ولی این چرت و پرتاشو نداشتم اوکی رسیدیم به مقصد نهایی اینجاست نه اینجاست آقا نه اینجاست سه اینجا نبود اینجاست عجیبه این آردوینو PS4 و 5 احتمال 5 یکی احتمال 5 و 4 این شکلی بود من سرگروهتون رو بزنم آهنی مرد آهنی اوکی بچه بیان تو چنلم چون که من تو چنل بچه خیلی ویدیو خفنی از گیم های مختلف کشتی کج یا بچه یه ویدیو ماینکرافت گذاشتم امروز ویدیوش این بود که اگه لایک های این ویدیو مثلا ویدیو بالا بره یعنی به ازای هر لایک 2 تا TNT میذاره حالا ببینید دیگه لایک کنید ویدیو خیلی باحاله ویدیو خیلی باحال بود لایک رو صاف بکنید که قراره یه TNT بارونی بکنیم توی بازی آجی اونجا چی بود؟ اونجا یه پازله آقا من الان اینجا اونو دوباره بزنم من که اونو زدم دوبار همینجوری میشه رفت بگیریش ببین آها ببین جای مخفی اینطوری پیدا میکنن امو اوکی باید دقت بسیار پرفکت نایسی داشته باشید دقت بسیار پرفکت نایس هم یعنی دقت نه یعنی این دقتی که داشتیم و به فنا رفت اصلا دیگه چیز مهم نیست این موضوع اونجا چی بود؟ کسی متوجه این موضوع شد؟ رفتیم دیگه پازل بزن بند گرایی به وجود سلام چطوری؟ اوکی تکیوری هواپیما هواپیما سیوینگ یعنی چک پوینت دایناسورز اینجا چه مبلغ وای ما قبل تاریخ این آقامونه باتری دمتم گرم چون مزاحمه اوکی رسیدیم اینجا اما چطوری خوبه خوب بچه انشالله اینجا بزنم این چیست این چیست این هیچی نیست اینجا یه چیزی هست که بابا گفته نشده چیست اینجاست که بابا میگوید چیست جبه طلایی بله CD PS3 نه PS1 آموی چی اصلا PS3 دیگه ای باره لالا هرچی که هست اصلا چیز مهم نیست ما میفهمیم حالا بریم جلوتر متوجه این موضوع میشویم صحبت اضافی نکن مردک بریم جلوتر میفهمیم چی به چیه دنیا دست کیه یه دقیقه بچه ها اوکی این مپ لعنتی هم چقدر طولانی شده جی این مپ بازه این مپ اولی تا گفتم طولانی شد تموم شد حیوان میمونه اوه مانکی آجی دسته رو تکون میده الدو بیده هشمان الله این خیلی چیز بالی آجی خیلی چیز خفنیه یه دقیقه بچه ها ببخشید به یک کوچولو یا مشکلی
سری بریم. خراب شد که سکه شمپونش در یعنی استاد ترکن جای مخفی ها بعد تو جینس بذارم من اما بیار مریضی ماشمون اینجا پازل به ما میده. برگشتیم پیش این آقایی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینم 10. اوکی نه اون ولی که راه دشمندانه زنه برای زنه بزن حاجی دفتر که میچرخونی این مدلی میشین خیلی قابلیتش خفنه. حاجی اینا رو به عمر بگیری ببین چی از این واضح تر بگه چی از واضح تر میخواد بچه PS3 فکر کنم پلیستیشن گه فلان اما یک چیزی بده واضح باشه بفهمم اون کدوم خرید. اوکی اینجا اومدی بده دست تو مانکی بده دست تو مانکی بده دست تو مانکی مانکی بده دست تو که رسید نه آقا همون بده ببین نگاه این است اینه که ما رو به خارج مانکی حیوان دعوت بناس یا کنترل PS4 مال PS4 بوده چقدر کنترلش شیروفی که اصلا نفوت کیسو پرفکت نایسه آجه خیلی من کنترلر PS4 خوشم خیلی قیافه باحالی داره جدی همایی خاطره هایی داشتم جلوی چشات گذاشتم خیلی جدی جذاب بودی کنترلر. اولین لمسر چیه که جلوشه برای اولین بار توی سمی کنسول بود خیلی چیز جالبیه کلن. خب بریم دیگه برسیم آقا بیا برو دیگه مانکی آه ماشالله اینم از مانکی اینم از مپ بعدی که رفتیمش. اوکی مپ چقدر زود بود. او مای هی بیا برو بچه اینم از این پازل بیا برو بچه خب میشه تموم شد دیگه. آره هی من هیچی نمیگم هی اینا میشه برقی هم اضافه کنم سرعت و گریز قدرت و تمام سکه قولالسا یه دقیقه چیزی جا نموند از دستمون ببین اینجا موند اینا این سکه ها نمیدونم چرا دوباره برگشتم واقعا دیوونم سر چی برگشت بخاطر 4 تا درست بکنم پازل اونجا هایه ببین راه جلو هست ولی ما پشت بودیم این هم از نمیدونم چیه دستگاه برای پلیستیشنه. ای حاجی در باز بسته مشه میزنی ببینید چیزی هست حالا اسم اینا رو باشه تو کامنت ها بگید جدی نه کامنت بچه نه لایک میکنید نه کامنت من چیزی میزنم که چون یعنی لایک کنید بچه کامنت کنید چیز کامنت بذارید کامنت ها منفی فقط نذاری جان خودتون جدی من خیلی دارم زمان میکنم مثلا بازه کمی هم میخوره اگه ویدیوی منو میبینی به بقیه هم بگید که ویدیوی منو ببینم باز نشت کنید ویدیو ها رو بچه یا اذیت نکنید باجی بنازم چجور حالا
من چطوری اینو گرفت؟ بیوبر نکن اوبر یه چیزی هست به نام منطقه جدید. اوکی این مارمولک هایی که ای یه رقم مثل یکی اینم خراب میکنم. بچه جدی حمایت کنید. من هر ویدیویی که بگید و واسه راجع ماینکرافت و بازی دیگه واسه تو آپلود میکنم. فرق نمیکنه چی باشه، پارکورم و هر چی بگید من اتون میذارم. خب بیا اینجا فرود. آها اینجا فرود. آها کشته شدیم. خب این چیست که ما باید داشته باشیم؟ یک جعبه. فکر کنم دوباره رو رگباری هست. اوه این دفعه تیرکمون میگه من بمبا رو بزنم. بمبا رو من بزنم. نه مریض وول مخوری بابا. بمبا رو بزنم. ولی چقدر این ترکمانه خفنه. اصلا کوالیتی کار بگیر نگاه. خیلی ببین الدو رو که میگیری صفر نه تنها صفر میشه. این یه قابلیتش خیلی سفتیش هم مثلا خفنه حاجی. دوست داری تیر بزنی اقدر با صفر میشه. این یه قابلیتشه. قابلیت دومش اینه که بچه وقتی الدو رو نگه میداری میگیری، وقتی ول میکنی نمیگیری. خیلی بالا حاجی. مثلا رو کار نکن کار شده قشنگ رو گیم. خیلی دوست داری فقط تیر بزنی. دراگن حاجی باس فایت داره. باس داره بشمان الله. باس داره. ای فکر کنم همیشه باید بزنه آباش تیر بزنیم دیگه. نه این موقعیت های جذاب. یه گوش نداری فعلا. زرت و پرت نکن. یه گوش نداری. صحبت نکن. یه گوش. اوه زحمت کشیدم. من یادم زحمت میکشیم اینجا. ما زحمت میکشیم. تو بزن. اصلا برای من چیز مهمی نیست. چیز مهمی هست. خسته یا خیلی بمیرم برات. اینو بخور تو گوشت دیگه خسته نیست. بابا اوه مای گود. امو جانی بیا برو خونه ی لانی. چی مثل خب لانی کیه؟ جانی کی؟ جانی کیج. اوی به دماغ تو بده به من. نیست حاجی این تیرکمونا دلم میخواد. ببین اینجا منطقه خوبیست. دید آقابین است. اصلا نگاه بیار از سکته قلبی نزدیک بکنیم. زمان داشتمون پلی روم همه چیز را فکری برایش کرده است. حاجی این تیرکمون را خیلی چیز خفنی بود. دوباره مانکی شدی. مانکی مرحله مانکی 2 تاست. بریم آقا سری مرحله مانکی رو بریم. مرحله مانکی کلا مرحله ساده ای داره. مثل بریم اون بره بارو بگیر. بارو بگیر. آروم. سری این از این ویار PS4. آجی ویار PS4 خیلی خفنیه. من تا حالا دیدم و باش خیلی هم بازی کردم. خیلی چیز خفنیه. مثلا ویار
کلا یه چیزی که میبره یه دنیای از صنعت کلا وارد بازی میکنه. خیلی خفنیه. این صنعت گیم چقدر پیشرفت می‌کنه، هم در حال وجود می‌داره. ها بابا چون خودش درد کنه بس این بونگولیس بره استایی میره. اوکی سرعتی فرار بکن میمانه. چه تایمی اومدیم. یه راست رفتم. آها به دو همه باشی اینجا چقدر بغل دیوار انداختم. سوری اینم از این دم و دستگاه پلیستیشن 5 RGB پلیستیشن 4 فرمانچی بپر بزن اینو بیا دیگه نمیخوام بیا. چقدر خفن اومدیم. کجا این صدا بچه برای کیا خاطر است؟ خاطره نیست برای من خاطره. جدی PS4 که بشه جذابی بود. کنیم دستگاه کنم PS4 رو جید دسته هاشو میپخوندیم زمان بازی که میکردیم. دسته هاش مثل 2 سال پیش که من PS4 شو دسته ها رو میپخوندیم. تو بخوای مثلا من یه بازی آدم یه فشاری میشه سر یه بازی تق دسته بدن خدا. آره تمام از دنیا میره. اینم کنسول PS5 این چیه PS4 فت. اولین نسخه PS4 که PS4 استو پرو هم داریم که اونها رو باید یه طور دیگه فکر کنم بگیریم. و اینم پارت 3 این گیم که دیگه تموم شد. قسمت سوم این گیم هم خیلی عالی جذاب بود. بچه لایک کنید لطفاً لایک کنید. سابسکرایب فقط بازنه یه دکمه 2 تا دکمه. یکی سابسکرایب یکم لایک. یعنی به من کمک کردید. به من واقعا کمک بزرگی کردید. فقط کافی که این 2 تا دکمه رو بزنید. به من کلی کمک میکنید. جدی خیلی ممنون کمک میکنید. فقط بازنه این 2 تا دکمه. اوجی چقدر بازی برای این 2 تا دکمه واقعا شما من کمک میکنید. من انرژی میدید که ویدیوهای بالاتری بذارم. چه بریم ویدیوهای تو چنلم ببینیم. کلی ویدیوهای چنل خفن داریم بچه‌ها. ولی یه چیز هم همین رو بگم. بازی مثل دلستافاس هر بازی مثلا دلستافاس هست من میتونم براتون گیم پلی بزنم. GTA V کل گیم پلیشو میتونیم با هم دیگه بازی تموم بکنیم. گیم پلی بریم بچه‌ها. این ربات هم بریم بزنیم ببینیم چی میده. واقعا میشه کلا میتونم بگم بازی که درخواست داریم رو به من بگین میتونم براتون بزنم گیم پلی یا نه. خب بچه PS4 اسلیم بهتون گفتم اسم پرو اینا تو این جعبه دستگاه هست. اینم 3 تای آخرمون 4 تا 5 تا هر روز میزنم دیگه از این به بعد. خب دیگه آقا تمام. این از این ویدیو. امیدوارم که حال کرده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. یه دونه اید. خدا نگهدار.